مقامات ازبکستان نخستین حالت گرفتار شدن یک شهروند این کشور با کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را تصدیق کردند. آنها روز 15 مارس گفتند که بیمار از فرانسه برگشته است و آنها برای پیشگیری از پهنشوی ویروس نو تمام چاره‌ها را می‌اندیشند. بهرام اولماتوف، رئیس اگنتی بهداشت یک نهاد وابسته به وزارت تندرستی ازبکستان، در مراجعت رسمی گفت جای برای نگرانی نیست. او افزود رویخط آنهایی را که با بیمار تماس داشتند و مسافرانی که همراه او از فرانسه برگشتند ترتیب داده شده است و به زودی زیر نظارت پزشکان قرار می گیرند. اولماتوف در مراجعت خود گفت تاکنون تقریبا 8000 شهروند ازبکستان زیر نظارت پزشکان قرار گرفتند. به قول او این شب و روز به واسطه هواپیما تقریبا 5000 نفر، با پویزد حدود 2000 نفر و توسط گذرگاه های سرحدی 38000 نفر به ازبکستان وارد شدند و شرح داد که اکثر مسافران از اروپا و قزاقستان و روسیه هستند و هنگام ورود به کشور تب و یا حرارت بدن آنها سنجیده شده است. ازبکستان کشور دوم آسیای مرکزی است که در قلمرو آن ویروسی خطرناک را ثبت کردند. از آن پیش در قزاقستان 8 مورد گرفتاری ساکنان به این ویروس تصدیق شد. تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان، کشورهای دیگر آسیای مرکزی، رسما میگویند تاکنون هیچ موردی مبتلا شدن ساکنان به این ویروس را ثبت نکردند، ولی هفته گذشته 2 منبع در نهاد تندرستی ترکمنستان از گرفتار شدن چند نفر به این ویروس گزارش داده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 1600 نفری را که از چین و افغانستان و ایران برگشته بودند زیر نظارت گرفتند. در همین حال ازبکستان پرواز هواپیماها را از فرانسه و اسپانیا و بریتانیا موقتا قطع کرد. مقامات توریسم دولتی ازبکستان در سامانه رسمی خود گفتند که این اقدام با هدف پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده از 14 مارس به حکم اجرا درآمد. قبلا ازبکستان پرواز هواپیماها را از ایران و ژاپنیا و افغانستان و ایتالیا منع کرده بود. همچنین پرواز هواپیماها از کره جنوبی به ازبکستان محدود کرده شده است. بجز از این، وزارت امور خارجه ازبکستان از شهروندان این کشور خواسته است که از سفر به هندوستان و تایلند خودداری ورزند. ویروس خطرناک کووید 19 آخر سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شده تا کنون در دهها کشور بیش از 156000 نفر را گرفتار کرده، باعث به مرگ تقریبا 6000 نفر شده است.